سوق سلامتک تولد کنی نویره مرا در سر دستت گیری و با دستکای پور یک پورتر بار گرفته بیای. الله اکبر. جامتا گردم زنک که حیات همیه مادر شیدن بسون نیست. رفت ولی برای میرم تو همین شیرینی بخوای بونه دلیر جان شقتی چای خروخی؟ خیلی رحمتی کلون این همین جیانو دبو خیلی ایسا رد میبرن همین دادا گفته. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. کلینی من بی کروشا پر کرده میمونه ای دونگی پونگی و یا در خونه و تخدش همی کارا نمیکنه. این ویلینی که همی گودکی من با دوما نقص میدیدم میگویی که در خونی اوتش هم خیلی باشه. اوچه جانی ما چیال داری؟ شیشتم بچه گفتم کار میرم او نه بایدم زد میگن همی کار این روزو با پردوم اگزو این بدردین هم زنگ زد اکای زنم انا اوچه شا بالنیسه بودم ازش کم زد گرفته. اوچه جان بگیم یک گروه همی زن ما برم برای تعال کردن خونه اوچه شا بعد بیام اگه اون خرید کنیم بریم خبرش بگیریم به حد خوب میشه. اوچه خرسان میشه اکم بودم ما در همین لحظه بیموری و در همین لحظه پستید مقصد دربارش باشه بوار که یک عمر فراموش نمیکنه. بچه همین سالی خشتمان تا مورای چی؟ این مورای فشست نمیکنه موری یولدورای. اکو فهمیده که دخترش ماهش در اومده باید دختر خونه بودن در کوره باید تولد کردن در کوره. بچه کسا میکنه میره در بلنسه خواه میره با دردی سری مو میکنه. اینه اوچه وقتی توی اگر دریاتون باشه کم کم بچوره سلامتیش خوب نیست. من یک زنگوت کنم اوچه جان جواب بگیرم ای کار بگیرم زن ما برم بعد هم خرید مرید کنیم بریم خبرش بگیریم بوار که بهترین کار میشه ثواب میشه. ها اوچه خیلی میریم دیگه چیکار میکنیم؟ چوی پای دوری اوخی همه چیز هست جو بجای خیلی خیلی ما یه زنگ میزنم اوچه ها؟ بله خب خرید میکنی خرید نکنی روز تبین اوخی خشتومانیت مردنی هم نداره. کلین میجگانه لبای خلا جان بیا یه جا بیا. خیلی این روز آزی شد میگه که میبرایم تا خونی و چند میمونیم برای تولد کردن. خلا جان رجبعلی هم خیلی گفت این پخته هایی که در دوری گوشت موندگی خیلی کشو با مرا گوش کن. رفتی سوق سلامته که تولد کردی. دوستان و تماشابینان عزیز همین رقم‌های واتساپ زیر اکران بوده در حاضر رکک می‌نویسین و توفیق ختون هم اجانبی شرکت هم اجانبی اپای ما قبول میکنیم. یعنی چی خیل شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خونه‌تون نشسته خونه نبرین توسط هم تلفن موبیلیتون کار و فعالیت ختون بیزنس ختون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سرکرده تا 15000 تومان معاش بگیرین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست یگان کسا التماس نمیکنه یگان کسا پول نمیتین دانشجو خرکو 100% میتونه کار کنه اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنه شما رو هم 100% میتونه که کار کنه. برای به کار قبول شدن یگان کسا التماس نمیکنه فقط استارچی دایرکتوری شرکت فابلیک اپای فروغجان که 1.5 سال میشه در شرکت فابلیک کار و فعالیت میکنه در همین قدر مدت کوتاه همین اپاجان ما 381000 تومانی یعنی که فایده دیگه اجانبی شرکت برای همین اپای ما تجربه داره تمام نازکی‌های کار شما را نقطه به نقطه میفهمونه یاد میته با این چونین وقتی که شما از مینویسین کار آغاز میکنین انا هم توفا پیشنهادتون میکنه اجانبی خودش هم با اجانبی شرکت توفا میگیرین در شرکت فابلیک کار کردن چه خوبی‌ها داره با دقت گوش کنین 21 روز پس معاش میگیرین غیر معاشی میگرفتگیتون هر ماه توفا میگیرین غیر توفاهای میگرفتگیتون وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت کار میکنین دایرکتوری شرکت میشین در این حالت 20000 تومان اجانبی شرکت شما توفا میگیرین این چونین با یک چلای طلای دیگه اجانبی اپای فروغبانو برای همین حاضر حرکت کنین بنویسین هم کار آغاز کنین هم توفاهاتون صاحب شین با برای تولد هر یک فرزندتون 15000
800 сомонӣ дига аз ҷониби ширкат шуморо тӯҳфа медиҳад. این پخته هایی که در دوری گوشت موندگی خیکشو با مرا گوش کن. رفتی ساق سلامته که تولد کردی نبیرچه مرا در سر دستت که گرفتی تا باید گواره بیاری. در گواره آوردنت گوش کن مرا گواره میبیاری، کلو بیل میبیاری، کلیسکا میبیاری، میبیل لوشا میبیاری. یک 20-25 تا لباسای کودکانه، لباسای تورецکی خوشروخت، لباسای ارزانه که با نخرید. یک 10-15 تا قداهایی که میبیاین اولی نبیره ما که اومد هشت تا برای من جمع میشن. برای ویا سر لباس هم میبیاری. اوقاتش هم گوشت، برنج مرنج همش هم میبیاری. کورپا و کورپاچه هاش فراموش نکنی. در تویتون هیچی نکردین ما. دست دپوچی که بینی رویی کردین ما. سه پاپلین شکوفی دریدگی لکته شدگی ماندین در بالای لعلی و رویم کردین. من خودم دانستم و خدای بالای سرم در پیش این همسایه ها و خداها و خشته برو. فهمیدی؟ فهمیدی؟ خب شده خاله. با این دفعه این کار تکرار نشوه که این دفعه خوش آمدی. من با امید بچه کلان کردم. بچه با انمی خیروز کلان کردم که یک لباس قلن ایروی تو باری کلین پوشم. برای یک لباس تا پوش تیار شد. بازی شد میبیایه میری. یک لباسی ساز تا پوش. منش خاله جان یادتین. خیرای سفید سوق سلامتک تولد کنی نویره مرا در سر دستت گیری و با دستکای پور یک پارتر بار گرفته بیای. الله اکبر. رحمت کلان خاله جان. خیر. بازانه لبه. لبه. من جواب گرفتم بگی پوکشوی من را بشک تسترک تیار شد بریم. منش بله. من. برای که با اومده چطور خبرگی رفتم در کجای ما خونه. توزه که بشک توزه که بود تست تیار شد مالی. منش. تو 30 ساعت دیگه کسمیت که پسمیت که تو دستودا نکنی. نه تست تیار میشم. مالی بجن. اوشا جونی ما اینه که تیار شده میگیم که رای سفر دا براییم بزنیم بریم ها اوشا ادامه بوده. خیلی امین سوق سلامتک روین سوق سلامتک تولد کنه دستکی پر سیدکوهای پر ماشینای پر بلوی خندون با دیلی کشاد ایداری خونم نبیرم گرفته بیا. الله اکبر. روتون سفید باشه. زنده باشه اوشا جونی ما. من زن ما میبرم خونه اوچهش در میمونم جا با جا میکنم اوچه جانی ما میام خرید میکنم میریم بریم خونه خبر گیری نه اوچه مایله کلین گفتگی ما فراموش نکنی. ما بین خود ما گفتگی داریم. میفهم اوچه جان بله خیر قبول اوچه جان گپای شما کم بین خودتون شما برین امی کار باری خونه گردنی من امی بچه کلان میکنی کار بار در گردنی خودت میمونه. خیر بیا زنک جون زنک جون بیا زنک جون ای جون تا گردون زنک خیلی که حیات همی هم مادر شده سون نیست رفتی یو چه پیچوده باشه این که بل نیسته بل کتانه نه اومده نه نیومده دراشون هویه ای خنده تازه ای رحمت سلامت دوش توزن اگر اینجای خوبه السلام علیکم. سلامتی خوبه مزارم که اصلی داده اینجا موندن نباشه که داره جا رجب علی باید کو بیا اوفارین کو بیا نمیدونین شما نه تو به حضور من اکی داره را دیدم خدیدنش بیم درین مالی مالش بیاین با زنده باشه میگم هم این چی تا طرف های ما ای خنده تازه چیال داری؟ شما زنده باشه میگم که آبادی کسته ها؟ این همی کمی دیگه شما باید چکنه همی کارو بر دیگه من خشید گفتم همی پرتون که بود با کار امروز و فردا میگن بله دیگه چکنه
خدا را شکر خدا بیا را که دیگه با همین تمام خونه بگذاریم که مادر چی خیر شده مادر شکر خیلی خوب طبیعی خوبتر شده که خیر انشالله، چی گفته انشالله. سان اختراع که دعا کن توبت کن در صبر کن همه شگه با روزی خدا کنه ای شلو خیلی بهبودی که یا آه که دیگه بعد خوبه که با مهنت کرد دیگه نمیشه میگذره دیگه شو میکنه ما همین زن ما آوردم کی بیا بریم با اولی بخونم درویم که اونجا صحبت کنیم ها آها با اونجا دیگه رایده دیگه کار ما با همین تمام که کی بیا یا بسم الله به احتیاط کی کمی تو کی انگور فصله داره دروازه چی میگن همین دیوار نمی خیلی خیلی بهبودی خیلی کردی های جون میکنه که تو یک بودی کنی یک های شکر با همین خشم شکر خیلی علی جان میگم یک مسئله را صحبت کنیم بانی خدمتمون خوب انشالله که به نزدیکی ما فرزنددار میشیم انشالله خدا خواهد بیا بزن خیلی نه بوگت دیگه بیای بچه اینا یک گپی دیگه هم جو با جو کنه خیلی مبارک شوه ای رحمت زنده باشید همه چیز چورای نبیرت آوردیم اینا یعنی چی میگن گواره و خطرناک و جیوان پیوان همه چیز آوردیم اینا موندیم جو باگر جو کردیم خیلی خدا وقتی برش بته بسم الله رحمت اینا هم تری دیگه شومدین دلیر جون اکا مو خدنوکی شما گواره شما شفنیر شما میبلو شما ماده عموما در کار نیست اکا همی همسایه ها میبیوین خش تبارو میبیوین بعد میبینن بعد میرن قرطه میکنن ده همی توی هیچی نآوردین گفتن که کلینش یک خر بار آورد دیدی من خونه دا میگم میگن نه آبروم من نفهمیدم آبروش چیه گفتم یه بچه همین چیزا اما در کار نیستن بیون نگیریم همین چیزی بسوره همین عادت چیز شب گیریم بس نه بگی آبروی دخته خیلی آبروی دخته که باشه اینم تری آیا بفرق کردن نمیتونن در هیچ جا کار نمیکنن درآمد نداره پول نداره کجور قیچ چرا خرید آورده ای گفتگی هم زیاد شد آورده یک مسئله را مسئولیت کنیم یکی بین خدمتمون خب خیلی کمی بین مردم خدمتمون هسته عرف و عادت‌ها هسته رسم و رسوم هسته وقتی دختر فرزنددار میشه ای خونه پدر مادرش کلی از کش میبرن گهورش میبرن بازیچه و دیگر چیزا میبرن مقصدم که اگه من شما را پس دادنی نیستم من شرط شرایط شما را میفهمم آدم باید ببینه شرط شرایطی آدم باید همه عمل کنه مقصد من که اگه همین گهورا همین کلی از دیگر چیزایی که در کار میشه همین مبلغ ایسا من میگیری اکه خلاصه گپ که میگیری نکای کار میشه این کاری ما این حق ما گوش که ما این مسئله خود فکر کردگی هم شما باید کنین نگاه که اینجا برادر ما و شما ندارم ما خودت برای من برادر یک تو فکر کرده ای که من کار ساختمان دارم مادر کسل دیگر ما در زور نه و ما همین را بر وقت فکر کردم یک مقدار پولم موندگیم برای کار این وظیفه ما این چه خیلی میشه بعد من یک مقدار پول برای این کار موندگی بدم در خونه ما رای ندارم کی جان میشه بهترین میشه همین آبرو من نفهمیدم آبروش همین چیز چورا بده مسخره همین شما کسال ما همین چیز فکر نکردیم زنده باشه مونده شده ما برو ای خیلی که بابا این بایی 16 ایتاج دیگه اگر کن دهنک تا شیرین که شما دید بیا کلین تست بیا یک دوزی میره داره 5 minút وقت داره نه من گفتم که سیرم آخی من سیرم بیا یا چوی گرمم بیار داره کلین گیر اگه دهنتون شیرین کنه نه گفتم سیرم آخی من خوردم سیرم اما رادا سمیچکا خوردم دیگه سیر کردم سمیچکا؟ بیا چوی تیز بیار چوی بیار دانه بیار که اکد میره وای کودک نگاه که توقع نمانی دادری چیلای کودک با نترسه بس سمیچکا سیر کرد یکم آه هم سمیچکا دارم یا پچکش هم خیلی سیر نمیکنیم سیر نکنیم چه جانی ما؟ رحمت ها گیره میمون چوی گیره
آخه آقا گرفتیم چوه میگیریم گرم آخرین کسل میشیم نه های همه در خوب امی شما اگر روزی باشه این امی ولی براد امیرم تو امی شیرینی بخوای بونه دلر جان شقتی چای خروخی این رحمتی کلون این امی جیانو دبو یک خیلی ایسا رد میبرن امی دادا گفته انا چای کتی میخوردی آخی از بستگ این امی این شیرینی خوردی با تشنه میمونی اینه از بستگ اینه سیو با بناندوره این اندوری توقع اینه ده نموده نمیش بسه انا بعد چی پیستا پیستا ورزی انا پیستا خوردی اگر بودم نخری دلتا میکوه سری دلتا میکوه خیلی دیگه رحمت کلون اینه سوکم بیم خیمت دیگه خمه ششتا میخوردی نه رحمت کلون امو دونه ربطیم دونه کم نمیشنی دلر جان بریان میکردن رحمت کلون ما گفتم که بروت نبرم که با چند کاری گدارم شو اومدی دلر جان خب شای مهمان تیار که بچه با پرتو که با کار دارم خدا نگهبان تو شو اومدی دلر جان گسل که مهمان دارم یک گوبره آوردم گفته همه لالیای خولی که رفت توبه کردم خدای توبه خیریت اگه خشته بروی فیرون نکم شرمنده میشیم 1 کیلو بودم قطع 1 کیلو پیستا کستش انداخته